سلام درود خدمت شما دوستان عزیز، یک بار دیگر خوش آمدین به چینل ما. دوستان عزیز، امروز ما با شما آموزش داریم طریقه درست کردن اکانت پروفشنال در تیک تاک. چطور ما میتونیم یک اکانت پروفشنال تیک تاک درست کنیم که بتونیم از طریق از او کسب درآمد کنیم، اکانت ما را مونتایز کنیم و از طریق اکانت ما بتونیم کسب درآمد کنیم. با اکانت های ساده که ما داریم ما از اون میتونیم کسب درآمد کنیم، فقط میتونیم از طریق لایف کسب درآمد کنیم از اکانت های ساده خود. اما اکانت پروفشنال اگر درست کنیم، ما اکانت خود مونتایز کنیم، میتونیم که کسب درآمد کنیم از اکانت خود. خب اولین کاری که ما میکنیم، اول ما باید یک ایمیل بسازیم. ما چون نمیخوایم ایمیل با شماره بسازم، میخوایم یک ایمیل بسازم که بدون شماره تلفن. اما از این طریق ما نمیتونیم، از طریق اپ جیمیل ما نمیتونیم ایمیل بسازیم. خب میریم از طریق تنظیمات میسازیم ایمیل بدون شماره. شما میتونین از این طریق ایمیل بسازین بدون شماره تلفن، هر چقدر که خودتان خواسته باشین، بدون کدام محدودیتی میتونین ایمیل بسازین بدون شماره تلفن. خب میریم سمت آموزش. اولی کاری که میکنیم، میریم گزینه تنظیمات موبایل. اینجا روی گزینه تنظیمات میزنیم، میایم پایین، اینجا روی گزینه گوگل میزنیم، این گزینه را میزنیم. خب در قسمت روی هم گزینه ایمیل قبلی ما میزنیم. در آخر همین صفحه یک گزینه است به اسم افزودن یک حساب دیگر، ما روی از گزینه میزنیم. در قسمت ما روی گزینه ایجاد حساب میزنیم. همین گزینه اول برای استفاده شخصی را انتخاب میکنیم. دیگه ما به ایمیل خود یک اسم انتخاب میکنیم. خب من اسمش انتخاب میکنم کابل افغانستان. خب گزینه بعدی را میزنیم. دیگه تاریخ تولدش انتخاب میکنیم. خب روز 20 انتخاب میکنم، ماه مارچ انتخاب میکنم، سالشم 2000. پایین گزینه جنسیت است، جنسیت انتخاب میکنیم، مذکر مؤنث. خب مذکر انتخاب میکنیم، گزینه بعدی را میزنیم. دیگه همون اسم ایمیلی که انتخاب کردیم همون را میزنیم، کابل افغانستان 881. خب حالا باز دوباره گزینه بعدی را میزنیم. دیگه به خود یک پسورد انتخاب میکنیم، به ایمیل خود یک پسورد انتخاب میکنیم. خب انتخاب میکنم من کابل 321 ات. دوباره گزینه بعدی را میزنیم، گزینه ذخیره را میزنیم، دوباره گزینه بعدی. اینجا پایین میاییم، گزینه موافق میزنیم. خب دوستان از قسمی که میبینین ایمیل ما انتخاب شد، ثبت شد ایمیل ما. میریم یک بار میبینیم. اینجا میایم روی گزینه جیمیل. در این صفحه روی گزینه ایمیل خود میزنیم. در این پایین میبینیم که همون ایمیلی که ما ثبت کردیم، کابل افغانستان 881 درست شده آمده، ایمیل ما ثبت شده. خب ما از صفحه خارج میشیم. حال دوستان از میریم که ما اکانت تیک تاک ما را بسازیم، تیک تاک پروفشنال ما را بسازیم. قبل از اینکه برم اکانت بسازم، با شما یک نکته دیگه را میگم که شما باید یک وی پی ان با موبایلتان نصب کنین. ببینین مثلا این وی پی ان نصب کردیم، اینجا وی پی ان های دیگه است که ما نصب کردیم. خب شما میتونین مثلا همین وی پی ان نصب کنین و سرور وی پی ان تون جرمنی انتخاب کنین. باید سرور وی پی ان تون جرمنی باشه تا اکانت پروفشنال درست بتونین، در غیر از شما نمیتونین اکانت پروفشنال درست کنین. این به یادتون باشه که شما وقتی میخواین درست کنین اکانت پروفشنال، یک وی پی ان حتما نصب کنین و سرور زور جرمنی انتخاب کنین. خب میریم، اولین کاری که ما میکنیم از طریق خود از اپلیکیشن تیک تاک اینجا میبینین، از این طریق ما نمیتونیم اکانت درست کنیم، اکانت پروفشنال. اگه شما از طریق وارد شوین، شما اکانت عادی درست میتونین، اکانت ساده، اکانت شما پروفشنال نمیباشه. از طریقی که ما میگم از این طریق برین، شما میتونین اکانت پروفشنال درست کنین. میریم گزینه کروم انتخاب میکنیم. اینجا میبینین این گزینه کرومه، روی از میزنیم، در سرچ میزنیم که تیک تاک. خب هم گزینه بالا که با ما آورد tiktok.com ساین اپ، روی از میزنیم. اینجا باز هم گزینه اول میزنیم. با ما وقتی این صفحه آمد، ما باز گزینه اولی را میزنیم. اینجا با تیک تاک خود ما یک تاریخ تولد انتخاب میکنیم. خب من مثلا انتخاب میکنم سال 2000 روز 20 ماه می. خب بعد گزینه نکست میزنیم.
اینجا از ما میخواد که به شماره درست میکنین، به شماره تلفن یا به ایمیلتون. خب ما چون ایمیل درست کردیم میخوایم به ایمیل ما درست کنیم اکانت تیک تاک ما رو. در اینجا همون ایمیلی که ما درست کردیم همون ایمیل در اینجا میزنیم ما کابل افغانستان 881 بود. خب درست ایمیل همی است. اینجا روی گزینه آخر تیکا میزنیم، دوباره اینجا گزینه نکست میزنیم. در اینجا ما با تیک تاک خود یک پسورد انتخاب میکنیم، یک رمز انتخاب میکنیم. خب من انتخاب میکنم کابل 124 ات. میبینین که با ما گزینه سبز تک زد که یعنی پسورد ما درست است. شما هم باید یک پسورد قوی انتخاب کنید که اینجا تک بزنه براتون. خب ما دوباره گزینه ساین اپ میزنیم. خب در اینجا به می ایمیل ما یک کد فرستادن. ما میریم کد میبینیم که آمده یا نه. اینجا روی گزینه جیمیل میزنیم. میبینین که به ما اینجا یک کد آمده درست 96 50 50. اینجا میزنیم 96 50 50. خب دوستان از قسمی که میبینین اکانت ما را قبول کرد. با ما یک کد آمد در ایمیل ما کد ایجا تایید کردیم، اکانت ما درست شد. خب اینجا ما با اکانت ما یک یوزرنیم انتخاب میکنیم. خب من انتخاب کردم کابل جان 939. بعدش دوباره گزینه ساین اپ میزنیم. اکانت ما درست شد دوستای عزیز. میبینین اکانتی که ما میخواستیم درست کردیم، امور اکانت پروفشنال. خب میره با شما یک بار امتحان میکنیم که آیا پروفشنال است یعنی هم گزینه‌های درآمدزایی داره یا نه. خب میریم به خود اپ تیک تاک، روی گزینه اپ تیک تاک میزنیم. دیگه روی پروفایل خود میزنیم. ما چون یک اکانت قبلی دارم میخوام اکانت دیگه می اضافه کنم. دیگه روی گزینه بالا میزنم، در پایین آخر عدد اکانت میزنم. اینجا گزینه لاگین میزنیم، دوباره می گزینه اولی را میزنیم. ما در اینجا ما بخش ایمیل انتخاب میکنیم، چون می اکانت خودم ما با ایمیل ساختیم. روی گزینه ایمیل میزنیم، با همون ایمیل که ساختیم همون ایمیل در اینجا پیست میکنیم. میبینیم که در پایین آمده کابل افغانستان 881. با می ایمیل ساختیم، ایمیل میزنیم همینجا. خب حالا گزینه کانتینیو را میزنیم. حالا با ما دوباره یک کد دیگه به ایمیل ما رفت که ما باید کد بگیریم تایید کنیم. اینجا میبینیم که کد به ما آمده 347764 347764. خب کد به ما تایید شد، اکانت ما رو باز کرد. حالا میریم ببینیم این اکانت ما پروفشنال است یعنی. روی گزینه پروفایل میزنیم، در اینجا این سه خط بالایی را میزنیم، گزینه تیک تاک استودیو. اینجا گزینه مونتایزیشن میزنیم. خب میبینید دوستای زمور رقم که ما میخواستیم یک اکانت پروفشنال درست کنیم، با ما درست شد اکانت پروفشنال ما. گزینه ریوارد پروگرام داره، ورک آرتیست داره، تیک تاک شاپ و گزینه‌های دیگه که یک اکانت پروفشنال می داشته باشه. خب ما روی ریوارد پروگرام میزنیم. خب دوستای عزیز ببینید با ما هم شرایط را گفتین که ما شرایط پوره کنیم اکانت ما مونتایز شه و بتونیم از او کسب درآمد کنیم. سه گزینه با ما آورده. یکی که ما بالای 18 سال باشیم، او گزینه تک خورده. میبینین که ما تاریخ تولدی که انتخاب کردیم بالای 18 سال بوده. گزینه دوم 10000 فالوور است، باید ما 10000 فالوور پوره کنیم. و گزینه سوم 100000 بازدید است که را میتونین در ظرف 30 روز 100000 بازدید پوره کنین. وقتی که سه گزینه رو پوره کردین، این گزینه سرخ پایین میزنین، اکانتتون وریفای یا مونتایز میشه و بعد از شما میتونین که از اکانت خود کسب درآمد کنین. خب دوستای عزیزی بود آموزش ساختن اکانت پروفشنال در تیک تاک. امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه و چینل ما رو تعقیب کنین که ما برنامه دیگه که درباره تیک تاک میسازیم چطور به کسب درآمد برسین و چطور ویدیوهایتون وایرال شوه. ما ویدیو رو میگذاریم در صفحه یوتیوب ما و یا صفحه تیک تاک ما، شما بیننده باشین میتونین از استفاده کنین. خب دوستان از آخر ویدیو اگه ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته دکمه لایک فشار بدین، چینل ما رو سابسکرایب کنین
و برای دیدن ویدیوهای بیشتر علامت زنگوله را فشار بدین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.